چند سال شد شما اویلا دار هستید؟ 12 سال. با فکرتون سری خوشبختی اویلوی در چی است؟ اویله ها در کدام حالت خوشبخت میشوند؟ خوشبخت در حالت میشوند که در اویلادوری یکدیگر فهمی باشد. بهترش همیه. اگر یکدیگر را نفهمید نیست. زندگی یک جایتان با اویلا؟ دخترم ها 15 و 16 سال شد. 16 سال شد. همین سری خوشبختی در چی میبینید؟ همین یکدیگر را ناز معامله کردن. معامله خوب باشد اگر یکدیگر آدم دلش نمیماند. اگر آدم یکدیگرش به معامله بد کرد حتما وایشان میماند. انا دلشان میماند، زندگی آستاسته خنک شده رفتن میگیرد، بین دو وای خنکی میشود و همینا هر خیلی مشکلات میبراید. اگر بیان که برای جوان ها که نو اویلادار میشوند شما یک روی خوشبختی پیشنهاد کنید کدام پیشنهاد میکنید؟ همین اویلشان حرمت احترام کنند. اگر که زن اگر که آدم حرمت کند معامله خوب کنند انشالله وای زن گندگی نمیبراید. ای مردکا وابسته. 32 سال. همین سری خوشبختی در چی است که شما اینقدر سال مثلا زندگی یک جای داره؟ مهر و عاقبت یکدیگر فهمی. یک روی خوشبخت شدن با جوان‌ها اگر گویند که بگوید کدام رو شما توصیه میتید؟ سهمی گلاونی باوری کردن در گرده دیگری. تمام. خودتان و فکرتان خیر از اونه که مثلا باوری باشد با کدام راه‌های استفاده کردید که 30 سال زیاد با همسرتان یک جا زندگی میکنید؟ دوست داشتن در کار. رفتن زنک جان. 35 سال. سری انمی زندگی یک جای 35 سالتان سری خوشبختیتون در چی میبینید؟ در سلامتی کودکا، همین کودکا تنج باشن، فرزندو تنج باشن، ما خرسان. خودتان چی توصیه میتید وقتی که اویله های جوان ها اویله دار میشوند برای خوشبخت شدن به فکرتان باید چیکار کنند؟ صبر کنن همه چی نباشه. سیرش چی است که شما 47 سال یک جای زندگی کردید؟ سیر همی که با هم صحبتیم، جنگ و جنجال نداریم، در حیات ما بد نمیگیم یا دیگریمونو، تهانتی نمیکنیم یا دیگریمونو. کدام راههای رسیدن به خوشبختی است که شما در همین زندگی 40 سالتان از اون استفاده کرده؟ همدیگری به همدیگری گپ نگردوندیم ما یگون بار. ما گپ زنک معقول در روش میگم معقول نیست، گپ خود ما معقول میکنم. لیکن که گپ و ما هم خیلی فکر میکنم که هم خیلی معقول گپ زنم من معقول تمام. روزی خوشبختی همین زندگی نقص باشه، سلامتی نقص باشه، فرزندا هم ببخت باشن، زندگی نقص است. میگن که برای خوشبخت بودن حتما پول در کار. خب بی پول نمیشه. ما در روسیه زندگی میکنیم. خودتان برای جوان‌ها چی راه‌های خوشبخت بودن توصیه میتید؟ کدام ها هست راه‌های خوشبخت شدن؟ راه‌های خوشبخت شدن زبان خارجی رو دانستن در کار. در خارجی ها تحصیل کردن در کار. بعد خیلی با توفیق با ایمان شدن در کار. با تربیه باشنده همین زندگی شدن. در مناسبت با همسر چی؟ همسر درجه اولین درجه می باشه همسر باید رنگ ای رو زیدی زنان نه به قریبی رنگ گل بریم باید پرورش کردن در کار. همسر این درجه اول میسته.